شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. بافین 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 این منو به حالا یا خدایی با کجا رفته باشد؟ نمیفهمی که بیا بخیر سمت حمید چی گفت شد از یک قدرش چوب دارید؟ برفین رو میکوبیم دویده ایستاده بود گویا از پسش ازوری باشد. آن دختر به کجا رفت؟ شاید به خانه بابا رفته باشد با اون طرف میدوید. نکه به نزدیک بابا میرویم. بیا چیز بوجا شما مورد آدم میخواد چیز بام این را فراموش کردی. التجا میکنم بابا ابراهیم مرا نجات ده. در این دنیا بغیر از شما دیگر نجات دهنده ندارم بابا ابراهیم. غلامتان شوم با من یاری ده. خیز دخترم خیز قربانتان شوم بابا ابراهیم مرا به دستی اون ظالمان نده. بابا ابراهیم آمدن در رو بابا ابراهیم هیچ خیر رفتار حامید به خانه ما هجوم میکنید. استغفرالله بابا مگر جرأت کرده میتوانیم اما ما میدونیم که دختر در همین جاست. برای او آمدیم. کمی صبر کنید. این چیز سراس مگیست. اول آرام شوید تا که گپ زنیم. کاری کرده زلال در حق ما معلوم شد. از این پس برفی ندان من است. یعنی از آن ماست. این را فراموش نکنید بابا. صبر کن رافع صبر. برفین در خانه من پناه برده است. او مهمانی من است. دانید که در خانه من پناه برده دشمنم هم باشد برای من امانت است. با او کسی دست رسانده نمیتواند. تو همین را فراموش نکن. بابا شما بزرگید و شما بیادابی کردن نمیخواهیم لیکن شما میدانید الحال معلوم شد درد من برفین نیست. زلال خانم جایی پسرش را گوید دخترش از آن خودش. تو چه ها میگوی حامی؟ برات را از کجا میابی؟ دختر را گرم و این دعوا هم با آخر رسد. آخر این چه حال است؟ مادامی که این زن زلال خانم نه ما و نه دعوا را پسند نمی کند و ما فقط گرفتن دختر میماند. بابا آخر ما دیگر علاج نداریم. بله راست میگوید دیگر راه حل نیست. خفه نشوید جنابا. عرف و عادت را ما هم میدونیم. من زنده باشم کسی از خانه من دختر را برده نمیتواند. بابا تیر یک مراتب از کمان جست. آبروی اعتبار شما نیست پس شد. با دروغ آن زن همراه شده. اکا مردم با ما نگاه کرده ایستاده است. رفتیم سرده بینن دیدن گرن. چه بودن دروغگویی را مردم ببینند بگذار شرمنده شوند. زلال دان که اگر دختر را به دست ناریم دردی هماندنی ما برای ما حرام است. پسرم مرد است گفته سال هاست که ما را فریب داده ای. جواب این کارهایت را میدهی. سرکای تیز بر ضرری کوزه است. رفتیم اکا رفتیم بابا ابراهیم بدرون درو دخترم بدرون. کلی حقیقت را گپ زن. قبر نشان داده چرا خالی است یا اینکه آنها درست میگویند؟ گپ زن دخترم. اگر این دروغ باشد. نه بابا نه باور کنید دروغ نیست. کودک را از دست دادم. خودم او را گوراندم اما سالهای دراز به قبرش نرفتم تا آن درجه ای که جایش را فراموش کردم. گویا برات نمرده باشم به خاک تاریک نرفته باشم. همنا توپ تایو
پدر چی شده است؟ چی میخواهی؟ میدونی چی شده است؟ برای زنده است گفته اما که روفه باز به خونه خلای زلو زده در آمدند. هیچ تمام نشد دوای آنها. هر روز همون مسئله. گویا که کاری نمی باشد. اما برفین رسته در خونه بابا پنهان شده است. برای پنهان کردن برفین اما که روفه و بابا ابراهیم با هم جمع کردند. ای خیلی خبر دادی. روا کن. مایلش یکون چیزی نشد من شما رو حتما آگاه میکنم. سخنان رافی و حمید درست است مادر. اکم زنده است. مادر جان من دخترتون هستم. حقیقت را از من پنهان نکنید. اکای براتم در کجاست؟ تو چه ها میگویی دخترم؟ اکات مرده است. در زیر خاک است. این در باشد آن آوازه ها را کی برآورده است؟ کدام به انصاف؟ من از کجا میدانم؟ از کجا؟ از نزد حولی دور نمیشوید. شب و روز یک لحظه از آنجا چشم نکنید. دمیر خودتان را نمایان نکنید. بگذار دختر به بیرون براید. همین که برآمد تاشا بیارید. مایلش آقای امید. روید زودتر. روید. اکا زیغ نشوید. بیهوده غم نخورید. همیشه در آن خانه نمیماند. یکان بار به بیرون میبرآمدگیست. اگر تو صد راه هم نمیشدی تایها دختر را گرفته می آوردم. اکا آخر بابا ابراهیم. بابا چی اینقدر او را بزرگ میشماره؟ بابا باشد اما عرف و عادت بزرگتر است. اکا فراموش نکنید که این دعوای خونین بین من و زلال است و باز فراموش نکنید که همان عرف و عادت حرمت کردن کلان سالان را میفرماید. اکا السلام علیکم بابا. و علیکم السلام رئیس. واقعا رو شنیدم. برفین در اینجاست؟ با مادرش در درون است. یک آنها را ببینم گفتم. مرحمت درو رئیس. رئیس آمد. خودت را به دست گیر دخترم. بیاید اومدن گیرد. چنان میگوید که گویا از احوالمو بیخبر است. خوش آمدید. السلام علیکم خانم زلال. و علیکم السلام. میخواستم به شما درباره رافع و حامد گپ زنم. گوش میکنم رئیس. این آدمان از پشه فیل ساختند. این چی ظلم است که به این دختر میکنن؟ ای خدا نیت رافع برالا معلوم است. کاری کرده میخواهد برفین رو به دست آورد. احتیاط باشید. در وقتی آمدنم دمی رو با دادرش دیدم در گرد اطراف خانه میگشتم. یعنی برای دستگیر کردن دختر و بیرون براندنش رو میپاین. من زنی و ظلم نمیشوم. این دفعه به خودم رو میکشم. کسی صدی رو هم نمیشود. ایستا توبه کن دختر. در خانه من تو در ابان برفی. نترس دخترم. بابا ابراهیم باشند من باشم اولش خدا کسی تو رو نمیرسد. این دفعه من با مقابلشون میبرایم. من خانم زلال رافع میگوید که برات زنده است. این گپ حقیقت دارد؟ نه رئیس دروغ است. به خانه بابا ابراهیم در اومده از دست امک رافع رها یافت. یا اینکه این دفعه دختر رو میگیرن. من از کجا دانم؟ شاید دختر باز برفین رو نجات دهد. آدمی خوب در بابای گپش میامده است. چی بوده است؟ روز بخیر. تشکر. قزبان این دختر هیچ به تو سرخم نمیکنه. گویا باید با من در کار باشد. درد او دیگر است. نه خود چی بوده است؟ کی میشد؟ دوست داشتهش. قزبان تو چیزی رو میدونی و نمیگویی؟ بعد میفهمونم.
درس امروزمون همین قدر بچه‌ها. اکنون زود به خانه هایتون روید. معلمه حالا بر وقت است. چرا امروز درسمون تمام شد؟ زوها به ما شده است. برای همین درس تمام شد. عمر راست میگوید بچه‌ها. کنی همه به خانه هایتون. وظیفه خانگی رو فراموش نکنید. تشکر معلمه. درست رو به انجام رساندی؟ زحل رو در اون حال دیده درس رو ادامه داده نتوانستم. راست میگویی؟ شما چی کار کردید؟ چی کار هم میکردم؟ زحل رو به پدرش برده دادم. پگاه به خاک میسپارند. من گفته بودم که زیر این کاسه نیم کاسه هست. انا معلوم شد. چرا پنهان میکرده باشند؟ خزیلو به خانه رو. اگر در اینجا مانی بابا طرف گرفته از زلال را پشتیبانی میکند گفته گپ میبرارم. روان میگویید؟ بله بابا ابراهیم راست میگویند. بیایید رفتیم. مادر شما میروید؟ بابا ابراهیم در برت باشند از هیچ چیز نترس. به فکر من مادر و دختر باید از زحل گریزند. به کجا گریزیم رئیس؟ به خدا نمیدانم. فکر کرده به شما جایی یافتن لازم. صبر کنید در حال قرار نبرارید. به هیچ کجا نمیرویم. اما مادر با خواست خدا از اونها رها مییابیم دخترم. تو خواطر نشو. رفتیم. بگاهی به دیدنی دخترم میآیم. مایلش زلال رو دخترم. مایلش خوش مانید. تا دیدار. گوش کنید اگر یکان مشکلی برآمد شرم ندارید و من مراجعت کنید. خوش میمانید. دیلو؟ خسته نباشی دیلو؟ تشکر قزبان. معلوم میشود که در اینجا کار کرده از واقعه های دیگه بیخبری. دیر کرده قزبان. از حادثه برفین خبر دارم. خبری اساسی هم نیست. دختری تو با معلمه باز یک جایند. میدونم قزبان. از برای زحل. تا خیلی گمان کردن گیر. معلمه طلبه ها رو جواب داد. بعد هر دو یک جای رفتند. با کجا؟ آن طرفش رو نمیدونم. شاید به سیر و گشت برآمده باشند. از من یک گفتن. باز نگویی که نگفتم. اینجا دیه هست. این خیلی سخنچینی هایت رو بس کن. هر خیل گپ شدن است ممکن. تو با دکتر رشک میکنی میدونم. اما حق داری. تو در اینجا مانده در آن معلمه چی رو یافته است نمیدونم. رو از اینجا زود برو. چرا خاموشی؟ حالا هم زحل رو فکر میکنم. زینب شاید وقتش نباشد اما گفتنی های مهمی دارم. نمیدونم چی خیل گویم. به خانه هم رسیدیم. شما هم به خانه تا برگردید. شب خوش. شما در اینجا چه میکابید؟ شما رو انتظارم خانم زیلو. مرگتون رو انتظارید. روید از اینجا وگر نمیکشم. استید خانم برای زیلو. چی؟ زنده بودنی براتم را گفته. برای چی؟ من با کسی چیزی نگفتم خانم زیلو. گفتید.
شما میدونستید که من مادری تاکیر هستم، برای همین به همه گفتید. برای خاموش شدنم این را گفتید. برای زنده از گفته حامد را به پا خیزاندید. میدونستید که برای نفهمیدنشان که تاکیر پسری من است ترسیده خاموش مینشینم. از همین سبب گفتید. قسم میخورم که من این رو نگفتم خانم. کارهایی کرده اتان بس نبود. از دختری بیچاره‌ام چی میخواهید؟ استید با این گپ ها را پهن کردن. اگر مراد من حاصل میشد و به طاهر ضرری نمی رسید، من از دیها برآمده می رفتم. چی؟ من از شما می آمدم. حقیقت را هر دویمون میدونیم. اگر شما نگفته باشید پس کی گفته است؟ به خاطر بیارید وقتی که ما در کوچه جنجال می کردیم قزبون به ما نزدیک شد. معلوم می شود که سخنانمون رو شنیده است. بعد رفته به آدمون گفته است. من واقعی دخترتون رو شنیده برای به شما کمک کردن آمدم. شما به من چگونه کمک میکنید؟ من به شما باور نمیکنم. شاید باز یگان حیله دارید. این طور نگویید خانم زلال. من عرف و عادت دیه رو نمیدانم. چی بودنی دعوای خونین رو نیست. شاید اگر میدانستم هرچند دشوار باشد هم این را به طاهر میگفتم. اما اکنون دیر شده است. حالا این را به طاهر گفته نمیتوانید. اگر برات بودنش معلوم شود کی میداند با او چی میشود. یا همین طور نه خانم زلال. حالا ما باید چطور برفین رو از اون مردی بدفعل خلاص کردن رو فکر کنیم. رافع بیرحم است. از او راه خلاصی نیست. یگان راه بوده است آخر. آنها بیچاره و بینوایند. با آنها دست به گریبان شدنتان به شما نمیزیبد. کارتان خطاست. کاری ما از روی عرف و عادت درست است. امک 2 زن و 1 چند فرزند دارید. برفین باشد دختری جوان است. او از حیات امیدهای زیاد دارد. زنی شما شدن نمیخواهد. چرا او را مجبور میکنید؟ این کاری من و تو چی در بین میدرویی؟ از این پیشم او را مجبور کرده بودید. قریب بود که خودش را میکشت. اگر این دفعه خودکشی کند چی؟ خودش را میکشد، میسوزاند، لیکن آن دختر به این خانه زنی من شده میدرود. تمام. پدر شما خاموش نیستید. اکام راست میگویند و همش زلال گناهکار است. سالهای دراز به ما دروغ گفته است و ما دیگر چاره‌ای نمانده است دخترم. آخرین کار با عرف و عادت چی علاقه دارد؟ آقای رئیس گپ زنید. شما آدم حکومت هستید. به خدا من چی گویم زینب؟ این مسئله عائلوی است. من به این خیل چیزها کاردار نیستم. خانده آمدم گفته خودش را دانا می حسابه. ما باید فکر کنیم که چطور میتوانیم آبروی ابراهیم را رسانیم. من میگویم که نگوید اکن نگوید. با بابا ابراهیم به حرمتی نکنید. آبروی او برایت مهمتر است. تو چی میگویی رئیس؟ با خدا تا برآورده دادنش بابا ابراهیم رو مجبور کنید. عذابش دیت میگویم. من هم شما را دستگیری میکنم. آخر بابا تا مردنش پناه دادن نمیتواند. رئیس با گرفتن دختر کار تمام نمیشود. باز در بین برات است. عرض کردیم که باز برات پیدا شد. بعد چی میشود؟ البته دوای خون رو طلب میکنم. اما زلال جایش رو نمیگوید، دهانش رو نمیکشاید. همین که دخترش رو به دست آورده ناعلاج دهانش رو میکشاید. یک مرتبه به برفین کمک کردم، اما حالا چی کار کردنم رو نمیدونم. آقای حامد انسان خوبند، اما اکاشون بعد کارهای در حق خانم زلال کردهش رو دیدنم. دیگر در اون خانه استودن نمیخواهم طاهر. در نقطه طبی میستیم. بیا دیلو، درباره مرگ زحل بابو باید گفتی؟ بله، خدا به خانواده‌اش صبر دهد.
الهی دخترم آمین. زق نشو، از دستمون هیچ چیز نمی آید. دیلو خودت رو با دست گیر. تیار شو، حاضر به خانه شما می رویم. مایلش آقای طاهر، با اجازت شما. پسری خانم زلال که مرده است میگفتن، در کجا بوده است؟ من از کجا میدونم؟ اکنون قوه هم تمام شد. با خدا که مانده شدم. این کار رو شما حل کردن نمیتوانید بابا ابراهیم؟ از دست من چیکار میآید پسرم؟ این کار رو تنها خودش حل کرده میتواند. حال این دختری بیچاره بعد چی میشود؟ هیچ چیز نمیشود. خودم رو کشته خلاص میشوم. بچه تو دیگر چیزی نمیدانی. یک بار نیتی خوب کن. برفین بچه دخترتون رو گیرید و از دیه گریزید. من باری هم از این دیه بیرون نبر آمدم. با کجا روم؟ در یکی را کوبم خانم رو بیا. مادر جان، خانم رو بیا راست میگوید. بهت از اینجا روید. مادر ما بخیر از گریختن دیگر چاره ای نداریم. با کجا میرویم دخترم؟ در کجای نباشه ما رو میوبند. به انقره روید خدای زلال. به نزد یلماز او شما رو پنهان میکند. درست میگویم بابا؟ راست میگویی دیلو. در حال به انقره روید. یلماز شما را صاحبی میکند. جای زیست هم مییابد. در اول به شهر عادت بکنید. لازم آید زلال خانتان را فرود پولش رو به شما روان میکند. مرا جغزده بودید سینو. بیا گذر. حیاتم را نجات دادی. از تو یک جان قرض دارم. برایت چیکار کنم؟ هیچ چیز لازم نیست. من وظیفه‌ام را اجرا کردم. من هم وظیفه‌ام را کردم. این قهرمانیت را به سردارمان گفتم. از سرحد گذشته به مرکز می روی. از این پس در آنجا تعلیم می گیری. تشکیلاتمان به تو رتبه می دهد. حاضر رفته تیاریت را بین. وقتش که رسید می روی. تشکر سینو. با تو افتخار دارم. مرا سرخم نکن. شما رو سرخم نمی کنم. مرا فراموش کن برفین. برگشتنم را خدا میدوند. نمی شود. به نزد یلماز رفتن نمی توانید. برای چی نمی رفتن طاهر؟ یگان سببی دارد پسرم طاهر. چون که او نبیره شماست. در انقره تحصیل کردنش رو همه می دانند. آقای دکتر راست میگوید. رافع ما را در نزد او مییابد. با استانبول روید خلای زلال. در اونجا یک دوستی کمی سر دارم. در نزد او میستید. او با شما کمک میکند. چی گفتید خلای زلال؟ خانم زلال، با تکلیف کرده طاهر چی میگویید؟ نمی شود خانم را بیا. مادر چرا راضی نمی شوید؟ اگر با بابا ابراهیم سر نفرآورده مرا گرفته برند. نمی شود میگویم برفین. از دیگه نمی رویم. عصبهایشون خسته شده است. حق دارند.
طاهر رو پرتوفته رفتن نمیخواهید. میدونم. طاهر نه، او برات است. خوب مایلش، اما دخترتون رو فکر کنید. از این ده گریزید. نمی شود. من هم یک علاج کرده طاهر رو گرفته از پستون می آیم. در استانبول وو می خوریم. در آنجا حقیقت رو می فهمونیم. با شما باور نمی کنم. می خواهید مرا از پسرم جدا کنید. باور کنید راست می گویم خانم. طاهر می آید. بغیر از رفتن دیگر علاج ندارید. بسیار مجبور نکن. با خانم زلال کمی وقت لازم است. زنده بودنش از اشکهایتون معلوم است. اما او در کجاست؟ تو با این کار دخالت نکن آقای دکتر. از ترس دوای خون جای پسرش رو نمیگوید. آرام شو. اینو برای شما آوردم معلمه. تشکر زحال جان. بیچاره زحال. اگر پیشتر با بیمارخانه می آوردن نجات می یافت. کودک بیچاره رو با وجود چندین مراتب از هوش رفتنشان با بیمارخانه نبردند. در دهه این چندمین کودک است که می میرد. یک قسمشون از بینوایی، قسم دیگرشون از بی اهمیتی فافتیدند. با همه این که گناهگار. با این مردم دیگه گناهگارند یا نبودن راه وقت و بیمارخانه. بگویید آقای طاهر، بگویید. خدایا این چی در دست ناچاری؟ از ناچاری قبول کنیم هممون گناهگار میشویم. وظیفه بر دوشمون افتیده خیلی گران است. خطاگی ها رو گپ زدن و اصلاح کردن در کار. من باوری دارم که اگر هممون از یک گریبان سر براریم غلبه میکنیم. اصلاح این مشکلی ها در دست خودی ماست. فقط خواهش در کار. راست میگوید آقای طاهر، در حقیقت راست میگوید. اصلا نباید به قفا گردیم. همه راه ها رو باید سنجیم و هر کس باید خبر رسونیم. انا زینب باید همی خیل باشی. با کمال مایل به تو یاری میدیم.
مصرف رو فکر نکن، اون طرفش رو حل میکنیم. ها دکتر، راست میگوید. دینمان هم این بدانشی را قبول نمیکند. مایلش کودکا از آن شما. ینگر هم فرستید که رجب. این خیلی نگوید معلم زینب. در این سن و سال با ما مکتب چی لازم؟ بعد اینقدر چور و کاری خانه را کی میکند؟ همش رو میکنم، هم کارهای خانه را میکنم، هم به مکتب میروم. اجازت میدهی؟ رو با تو اجازت. دکتر میشوی، حاکم میشوی، کسی که میخوای شدن گیر. اگر خواهی رئیس شو. البته میشوم. خیر مایلش، خودتان میدونید. بیچاره یک رافعه بزرگ اگر خواهد جنگلی کلان را خاکستر میگرداند، یک دختر را گرفته نتوانسته است. میگویم که ابراهیم رو زیر فشار قرار دهید، اما کنی؟ درست میگویی، اما حامد صد راه هم است. پدر چی شده است دخترم؟ نمیبینی با امک رافعت گپ میزنیم؟ یک چیز رو باش مفته زود میروم. زود گویو رو. معلمه و دکتر یک جای شده همه مردم دیگه رو به مکتب دعوت کرده شدند. زنها هم میرفتند. پدر جان من هم روم. کودکان را بردنشون باز نبود، اکنون باز با کلان سالان دست زدن. چی میگوید پدر؟ من هم روم. آقای رافع هوشیار باشه، این دکتر با جینتون نقشه در سر دارند. میدانم، اما وقتی که حامد اینجاست از دست من چی میآید؟ اما که رافع گپ است که به نزدیک در خونتون توی میشود. چه خیل توی؟ اما که رافع شما خبر ندارید؟ دکتر با زینب؟ دخترم تو چی ها میگویی؟ دکتر و زینب چی کار کردن؟ به خدا که من نگفتم، مردم میگوین. چی میگوین؟ چی میگوین؟ گوش کنید آقای رافع، جلوی این جیانتون رو نقض که کشیدن در کار. پدر مکتب. خاموش باش دخترم، حاضر وقت مکتب است. کنی با بیرون برو زودتر. الدا تنبلی نکن، کار زیاده خوب شده است. حامد را بسپاری کن. مالش آقا. تو با بیرون برو. الدا رفته گوسفند رو خبر گیر. تنبلی نکن زودتر. این قدر قهر و غضب برای چیه که؟ گوش کن حامد، و دخترت گوی که جایش رو نگاه کرده پا گذارد. برای چی واقعی روی داده؟ باز همراه دکتر گشته است، او در ده بدنام شده است. البته با دکتر میگردد، چون که هر دویشون به فایده ده کار کرده ایستادن. دست که نرسد گپ میبرارم. اکا من دخترم را نقض میدونم، در شأن او خیلی گپ عیب است. تو همین خیلی رویت نمیشود، گپت به هیچ کس نمیگذرد. کی گفته است که گپ ما به هیچ کس نمیگذرد؟ اگر گذرد بر ضد ابراهیم برآمده برفین را گیر. انا گپ در کجا بوده است؟ زحال را فکر میکنی؟ زحال با مکتب رفتن میخواست، در حضرت مکتب از دنیا گذشت. میگویم که آرزوی دخترم خودم عملی کنم. الدا با جای زحال با مکتب را. رو سید رو، من هم میروم، خواندن و نوشتن را میآموزم. به قیزبان سخنانی نگفتم را با مکتوبهایم به او مینویسم. کنی ببینی مردم دیگه دعوتم رو قبول کرده می آیند. باوری دارن که می آیند. شما هم از کارتون موندید. اگر خواهید به نقطه طبی برگردید. گوش کن زینب، برای با تو صحبت کردم وقتی مناسب میگفتم. ما میتوانیم زینب در تنهایی صحبت کنیم. من برای اشاره محبت هیچ موافق نشدم. خوش آمدید. انا ما هم آمده. خوش آمدید. نفس کردید خوش آمدید که با مکتب بیو. مرحمت گذارید. اجازت میدهد معلمه؟ خدایا چه خیلی اجازت. مرحمت. همسر من با شما امانت، گوشتش از شما و استخوانش از من. مایلش با شما برای کار. مرحمت گذارید. به خاطر زحال ما هم اومدیم دکتر. گذار. درایت مرحمت به اینجا شینید. در مکتبتان برای چوپان ها هم جای هست معلمه؟ البته هست، چرا نمیشده است، برای همه جای هست. مرحمت گذارید. من هم اومدم معلمه زینب. نفس کردی قزبان که آمدی. مرحمت گذاشته شین. مرحمت دسته شینید. گذارید شما به این طرف. مرحمت.
بیایید بچه با اینجا بگذارید. وای باورم نمیاد آقای طاهر با اینجا میگردید. با تو گفته بودم که می آید. همه‌تون خوش آمده. خوش باشید. آقای طاهر از روی خط داروهایی که برایش داده بودید بعضیشان را آوردند. چی شد آقای طاهر؟ تو رو نه تنها همشیره بلکه یک دوستی نزدیک میدونم. دیلو. دوست گفتید؟ یعنی دوست؟ میدونم که تو هم ما رو چون دوست میدونی دیلو. دوست؟ ها البته. حالا باشد میخوام که چون یک دوست با من کمک کنی. من باید چکار کنم؟ شرف مدیا تقدیم میکند. دیلو من محبتم رو ایصال کردن نمیتوانم. ببین حتی با تو در این باره گپ زدن نمیتوانم. چیزی شما رو ناراحت میکند؟ بله من واحد زینب رو فهمیدی مرا؟ او رو دوست می‌دارید؟ بله. این رو باید به من نیو به او میگفتید. راست میگویی. شرف مدیا تقدیم میکند. با من کمک کن دیلو. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. این رو تو با او گوی. گوی که طاهر دوستت میدارد. اگر قبول کند با ما دارم صحبت کرده و رو خواستگاری میکنیم. برو. با زینب گپ میزنی همین طور دیلو. دیلو دیرتر میروی. حضیر در مکتب درس دارد. میلش دیرتر میروم. میلش اکنون رو تو رو اینجا منتظر میشوم. چی شد دیلو؟ دروغ رو افتونیدم. من جمع میکنم تو رو. دیلو میگیری؟ نه چرا میگیریستم؟ شرف مدیا تقدیم میکند. خوش بماند خوش بماند. بابا با شما صحبت کردن میخواهم. مرحمت تو رو گوش میکنم حامد. من همیشه به عدالت شما باوری داشتم. چرا دیده و دانسته زلال را حمایت میکنید؟ خطا میکنی حامد. با این کاری کردهتون حتی آدم گناهکار هم مظلوم ثابت میشود. نمیفهمم شما چرا اینقدر ظالم شده؟ ما را زلال ظالم کرد. دروغگوی هم اوست بابا. از شما فقط همین خواهش را دارم که به کار ما دخالت نکنید. خفه نشوید بابا ابراهیم. به خانه من پناه برده است گفته دختر را به ما ندادنتون این کاری خوب نیست.
دانید که اگر به خوبی نشود به زوری دختر را میبریم. من قرارم را برآوردم بابا، از این پس پول هم قبول نمیکنم. یا جای براد را به من میگوید یا دختر را میبرم. خلاصه من همین بابا ابراهیم. بابا ابراهیم، السلام علیکم. و علیکم السلام. این حمید بیادبی کرده شما رو تهدید کرده است. معلوم میشود که اینها را اصلاح کردن ناممکن است. اینها مقصدی ناپاک دارند. یگانه راه خلاصی برفین را از دیه گریزاندن است. انا همین طور برای عادت کردنی دستتون یک صحیفه رو با این خطها پر کنید. بخیر است دلو؟ چی واقعه؟ درست که تمام شد بعد صحبت میکنیم زینب. من در بیرون انتظار میشوم. شما نوشتن رو دوام دهید. من حاضر می آیم. خدایا التجا میکنم با من کمک کن. من چخیل به اون میگویم. چه واقعه دلو؟ از درست نمی بر اومدی. من انتظار میشدم. تو مگر گریه کردی؟ نه با چشمم چیزی در اومد. برای همین از چشمانم آب میبراید. مرحمت دلو. تو رو گوش میکنم. چی واقعه روی داد؟ وای مرا آقای طاهر به نزدت فرستاد. خودش به تو اظهار کرده نمیتواند. او تو رو دوست. بس از دلو گپ نزن. اما برای چی؟ التماس دلو دیگر چیزی شنیدن نمیخواهم. در قلبم برای محبت بسته است. باید این رو فهمد. یعنی نسبت طاهر یگان حسیاتی نداری زینب؟ نه او را مثل یک دوست میدانستم. معلوم می شود که مناسبتمان را نادرست فهمیده است. این موضوع رو در همین جا محکم میکنیم. دیگر شنیدن نمیخواهم. اگر به هر یک دختری در نظرش بوده دل دهد کارش وزنین می شود. از من یک گفتم وگرنه مسخره دهانی مردم می شود. با عیناً همین طور دیگه. مرا ببخش طاهر. اینها رو به دکتر گفتی؟ تو چرا گریه میکنی؟ معلوم که اکنون خواهش تو میشود. زینب دروغ میگوید برفین. او هم به طاهر دل داده است. تو از کجا فهمیدی؟ عاشق از حال عاشق نمیفهمد مگر برفین. پس چرا دروغ میگوید؟ نمیدونم. این طور در روی آب و آتش بودن نمی شود خانم. فکر دخترتان رو کنید. از دیه روید. میفهمم از پسرتون جدا شدن نمی خواهید، اما بعد میدهم او رو به نزدتون میبرم. اگر نبرید چی؟ دلا دخترم از که چشمانت رو تازه کن. باید اومدن. خوش آمدید بابا. یگون گپ شده است بابا. خودی حاضر از دیها میروید برفین. میرویم؟ دلا دخترم زودتر رفته به زلال خبر ده. مادرم در همین جایم. در همین جا؟ زلال رافع و حمید فکرشون را تغییر دادن. از این پس من هم کاری کرده نمیتوانم. یگون ناخوشی رخ نداده با دختر در زهر رو. رویم میگویید؟ دلا و نزد دکتر رو. آن سراغی در استانبول بوده رو دهد. از پس باخشه بیاد تا آدمانی در پس در بوده نبینم. میلش بابا.
چیکار کردی دیلو؟ بدتر میفهمونم. حالا زیلال با برفین از دیگه میگریزند. بابایم از شما سراغ رو میپرسند. خودی وزی رو میروند؟ بله. راست با دیگه کوچک روید و رئیس سلامی من راسانیده همش رو نقل کنید. تو خود از به شما کمک بکن. اینها رو هم گیر دخترم. نمیگیرم بابا. گیر دخترم. چی طور از اینجا روم؟ آخر خونه بودرم. حالا وقتی اینها رو فکر کردن نیست زلال. پیش از به استانبول رفتنمون به شما زنگ میزنیم. از خونتون هر چی خواهید به شما میبریم. شما خواطر نشوید. فکر اینها رو نکنید. اخم زودتر برای آن سراغ رو من در اینجا نوشتم. کمیسر با شما کمک میکند، فهمه؟ سلامت باش پسرم. شما هم سلامت باشید. زود باشید، باز دیر نکنید. روید دخترم. خدا حافظ. راستی مادر. خدا مددگارتان باشد. راهی سفید. گپ زدن به گپ زدی، اما سخنانت بیهوده بدن. این بابا دختر را با ما دادن نمیخواهد. اکا کمی صبر کنید. خودتون شاهد میشوید که دختر را به ما برمیگردونن. شما در اینجا نشسته صحبت کردن گیرید. بخیر است؟ بابا ابراهیم زیلال و برفین رو گریزانده. با کجا؟ با کجا میشد؟ روز با دهه کوچک رفتی سودان. کاری کرده از دهه نبرآمده آنها رو دستگیر کنید. علی، مصطفی، محمد، خیلی رفتیم. برویم. کنی زودتر از را دین زلید. شو حاجه نوارا شو مادر جان حامد. برفید. مادر جان التماس. مادر جان التماس خیلی. برفی گریز. مادر جان. راو زودتر از اینجا. راو برفی راو. راو از اینجا میگویم. برفی راو. او را در برد نمیمانم زیلال. این طور نکن. من دخترت را میگیرم. آمی دخترم را به حالش بذار. خبر کن. اسما. دخترم خاطر نشد. نترس دخترم. برفین نترس. بیو خلاص میکنم. بیو سوار شو. بیو شو دیلو کجا شدی؟ خانه خالای زیلال رو خبر گرفته اومدم. از راه یافتنی برفین شدم. من هم. وای. باز زینب در باره من گپ زدی؟ وای. دری قلبم برای محبت بسته است گفت.
فقط همین؟ بله. من باوری دارم که نسبت من مهر دارد. بله باوری دارم. باز چی گفتی لو؟ دیگر هیچ چیز نگفت. همش همین؟ با من باور نکرد. اکا دختر در این طرف نیست. گفتم که به طرفی کوه گریخته است. چی به من میگویه؟ کنی زودتر از پس شوید. خوب شد است اکا. کنی رفتیم. زودتر. همه جا را کوبید. کنی بچه ها زودتر. یک دختر را دستگیر کرده نمیتوانید. اینجا را نمیدانند. نمیدانند. تو نشین به خود بیا. اکنون من چی کار میکنم؟ نمیدانم برفین. با من کمک کنید امک شهباز. کمک کردم که دخترم. از این زیادتر با چیکار کنم؟ اگر تو رو در خونم پنهان کنم قسمت رو میدونی در یک دم تمام ایده خبردار میشود. گریه نکن دخترم، گریه نکن. تا تاریک شدن هوا در اینجا پنهان شم. البته یگان شورش رو نیابیم. نترس نترس. آلدو سعید در کجایی؟ یکم کس هست؟ در کجایی نگویم؟ بیایید بیایید. تو در اینجا چی کار میکنی؟ چورگو رو نگاه میکردم. چوپانها در کجایند؟ سعید و آلدو با مکتب زینب رفتن. خواندن نویسنده میشدند. چی؟ خواندن به آنها مانده است. کار این احمقها را بین. توبه توبه. کنی تو زودتر این جایها را تازه کن. زینب برای چی با اینجا اومدنم رو میدونی زینب؟ با گفته های جلو باور کردن نمیخوام زینب. برای شما رو خوشحال کردن باید دروغ میگفتم آقای طاهر. من رو درست فهمیدی زینب. نیتی من جدی است. من تو رو دوست. بس کنید آقای طاهر، التماس در این موضوع گپ نزنید. من سخن اختیانم رو گفتم. با تو باور میکنم زینب. من میدونم که تو هم نسبت من محبت داری. و شما من تنها مینداریم رو بیان کردنی بودم. شما من، پدرم و برادرم رو نجات دادید. به همین خاطر با شما مهربان بودم. افسوس که من رو نادرست فهمیدید. از این پس به رفتارتان دقت دهید، خوب می شود. اینجا ده است. از این پس از من دورتر گردید.
ای خود به خود ضرر آوردن رو دوست می‌دارند. هی چی بخوای؟ سینون در کجا است؟ با وادی نهر میروم گفته بود رئیس. مایلش با او یک خبر دارم. خیر. معلوم که به مکتب میرفتید حیوان ها، من به شما برای این طرف و اون طرف گشتنتان پول میدم. در مکتب چیکار داشتید؟ از کی اجازت گرفته به مکتب رفتید؟ اینها شکمتان را تر میکنند. اگر من نباشم از گرسنگی میمونید. خوانده نویسنده میشدند. گم شوید، دف شوید، هر دوتان را پیش کردم. این طور نکنید آقای رافع، او زنو فرزند دارد. مرا پیش کنید، من هیچ کس ندارم. این نگره حالا هم گپ زنه ایستاده. این کلی برایت. گم شوید، دیگر شما را چشمم نبیند. چیکار کردی حامد؟ دختر گم شد و فکرم ما را دیده به غار پنهان شده است. ینگه کمی ما را تنها گذارید، یک دو مصلحت داریم. خوشت است. اکا پگاه سحر شود دختر را میابیم. گوش کن، من به مکتب رفتم. آن دخترت با دختر چی بلایی دارد با خبر باش. اکا دختر من با این کارها دست نمیزند. نادرست فهمیدید. میخیل معلوم که به عقد باور نمیکنی. این طور باشد خودت میدانی، از من گفتم. زینب روز بخیر. کنی با من بیا. راه گرد. کنی راه گرد. زودتر راه گرد. بفرست. شرمنده چکل به این کارها دست زدی؟ پدر چی شده؟ شنیدم راست است. بین تو و دکتر چی گپ است؟ خدایا پدر چی ها میگوید؟ هیچ چیز نیست. اما آمکت این طور نمیگوید، با چشمانش دیده است. آمک شما چرا با چشمانتون دیده اید؟ کنی بگوید. من چیزهای دیدم را گفتم. انا دیدی؟ پدر آخر شما مرا خوب میدونید. آقای طاهر رو هم میدونید. چه خیلی به چنین آوازه ها باور کردید؟ پیش از همه شما باید دانید که من به چنین کار دست نمیزنم. من به جز شما باز کی دارم پدر؟ اگر شما دیگر به من باوری نداشته باشید من... دخترم این خیلی میشود. جوانت خونتان در جوش است، هر کار شدنش ممکن، لیکن همه چیز باید در دایره آداب باشد. مادامی که چنین نباشد با احتیاط باش دخترم و سرمون بلا نآر. ما رو در بین مردم شرمنده نکن. زن با نصیحت اصلاح نمی شود. دخترت را خاناندی و تربیه نکردی. وای بر حالت حامد. عزیزکم پایتون لط خورده است، دستتون هم لط خورده است. یک دو روز بستن ماندن لازم. درد رو حس نکنید. دردی من از زخمهایم نیست، از جگرم است. دیلا دخترم رو گم کردم. السلام علیکم. خدا شفا دهد جلال دخترم. یگان خبر هست بابای برادر. چطوری که شنیدم آنها برفین را نیافتند. خدا رو شکر. این دختر کجا شده باشد؟ شاید در کوه در یگان غار پناه برده است. کمی دیرتر همو تاریک می شود. در کوه خودش تنها چی کار می کند؟ دخترم گیر خوراخه. اشتها ندارم. راست میگویی، احوالت بد است. من چی کار میکنم ماما که شهباز؟ سرگذشت تو هم و سرگذشت کیچه مانند است. او هم به مثل تو زنی چهارم شدن نخواسته به کوه برآمد. او کوه را مکانی خودش اختیار کرد. کیچه هم راهی خلاصیش را در نزد سیلا بدستان دید. از اون رو سر کرده کیچه از کوه نفرآمد. سرگذشت کیچه رو میدونم. البته از سیلا بدستان پناه جستن راهی حل نیست، اما راهی حل مشکلی من چی است ماما که شهباز؟ نمیدونم. برای تو هم راه خلاصی یافتن لازم. به شبه پگاه آدمانی رافی و جستجویات میبرایند. این دفعه این جای رو هم در حال میابند. ایستا یک فکر کنیم، در حال غمگین نشه، گریه نکن. هست
برای تو هم روی خلاصی هست. چقدر رو؟ گوش کن، تو برا سحر در وادی نهر میشوی. از آن گذشته به دهه ویران رو. در اینجا اتوبوس ها هستند. با هنوز سوار شو، تو را حتما به شهر میبرند. مگیر مهمانخانه در آن نوشتم رو یا سلامم را رسان. آنجا من باشم زودتر خانم زلال را به نزدت میفرستم. من با آنجا چطور میروم؟ اما که شب بود. البته اگر پول نداشته باشی رفتن نمیتونی. بی پول رفتن نمیتونی. ایستا کنی. من این رو گیر خس کنی بیا. خدا نگهبانت. خدا شما راضی باشد. اما که شب بود. شما آدمی خوب بودید. کنی فراموش نکن از وادی نهر گذر. من این رو گیر. آنجا باری نک است. کنی رای سفید. برادر خدا خودش ما را به هم رساند. برفینا دخترکم، خدایا دخترکم را نگه دار. نگذار که دخترم را از من گیرد. خدا جان با من کمک کن. نسبت او ناخی کرده ایستادم. ای کاش میدونست که چقدر او را دوست میدارم. شاید با همش رو گویم. نه گفتم نمیتوانم. نمیتوانم. خدایا التجا میکنم با من کمک کن. چرا اینقدر غمگین می نمایی پسرم؟ چی درد داری؟ مهم نیست مادر جان. از واقعه هایی که در این دهه شده ایستادند غمگین نشدن غیر امکان است. اما اینجا برای ما موافق نیست. بیا یک روی نکن. از اینجا رویم. مادر جان اگر خواهید برگردید من در دهه میمونم. در این خصوص بحث کردن نمیخواهم. التماس. السلام علیکم آقایا. علیکم السلام. خسته نباشید حامد. بخیر است رئیس. بخیر آقای رافع. خوش خبر آوردم. بخیر است. خیلی خوش خبر. خوش خبر میگوید و گام نمیزند. برفین را یافتم. چه؟ سحری بر وقت چوپان ها را دیدم. رئیس گپ را دراز نکن. دختر کجاست؟ به وادی نهر رفتنش را دیدم. نها در حال بچه ها را جمع کنم. بکو برای خوب شده است. رئیس اینجا رو بی خطر گفته بود.
صبح بخیر دخترم زینب. صبح بخیر بابا ابراهیم. قزبون صبح بخیر معلم زینب. درسی تو بگاه هست قزبون. به من درس معقول شد. با کودکان خونم نمی شود و باز به تو یوری می دهم. مادامی که درس رو دوست داشته ای بگذار خواستی تو شود. تو چی شد؟ نه هیچ چیز نشده است. تو بیمار هستی؟ نه خوبم قزبون. حالت خوب نیست. دلم به حضور می شود. با فکرم شما خوردم. حاضر می گذرد. آقای دکتر را زنم؟ نه لازم نیست. نباشد رفته یک لیمون چوی کرده بیورم؟ نه قزبون حاضر می گذرد آخر من خوبم. این طور نمی شود. تو همینجا ایستو. قزبون به خدا اینجا چی گپی هست؟ بیمار نیستن میگوید احوالش بد است. دکتر را جیغ زنن میگویم میترسد. دلم بی‌حضور شد میگوید و لیمون چای نمیخواهد. دلش بی‌حضور میشده است. سرش تاب میخورده است. او حامل است. چه من نفهمیدم. خوندن میخواهید گفتم ما رو از کار پیش کردن گویا که خوندن کاری بد باشه. با این 30 سال خواندن و نوشتن را نو میآموخته. باز هم میآموزید؟ البته میآموزید. گرسنه هم باشه میآموزید. ها بله. مردمی دیگه شما رو گرسنه نمیگذارند. سبب شما رو پیش کردن امکی رفیع به همه معلوم است. با سروری بابا ابراهیم همه به شما کمک میکنند. فقط خواطر نشوید. صد بچه های رفیع. حالا در اونجا برجو عزیز نجو شو میگویم ایسید در اینجا چی میکابه؟ روید زود از اینجا. گوش کنید ما با شما کار نداریم. ایستا از جایت نجوم. مونه من بر راهم روم. از من چی میخواهید؟ نترس تو وقتی که من هستم و تو کسی نمیرسد. اپیکی چه؟ دیلا یک خبری دارم که برایم عجیب نیست کزبون. هی دختر بس کن غیبت کنیت رو. من غیبت نمی کنم. راستش رو میگویم خاله زیلو. بیا اینجا بیا دیلو. تو باید اینو دانی. بیا راه کن. چی کار میکنی قزبون؟ چی؟ راست میگویم. انیق که از دکتر است. دروغ میگویی. درباره دکتر باز چی گپ ها برآوردی؟ هیچ چیز خاله زیلو. یک اوضاعی پهن شده است. همون رو گفتم. این لقی چی میگوید؟ نمیدونم این گپ را از کجا میبرورند. گویا زینب از آقای طاهر حامله بوده است. چی؟ طاهر؟ من به طاهر باوری دارم و این کار رو نمیکنم.
من هم باوری دارم اما ای وای این خودش چه گفت؟ زیلال از جای تو نخیزید. به بالای این اگر این احمق آوازه را به گوش حمید رساند دختر را میکشند. لا استید خالای زیلال. خدا از شما راضی باشد. آخه گفتم بودم من از کمک هم آمد. السلام علیکم. سلام علیکم. این برای تو آلدم. گیر نه نه لازم نیست نمیگیرم. این از برای تو. سید. خدا از شما راضی باشد. از همه. السلام علیکم. برادرها آقای اشر با شما گپ دارند. کارهای چاره‌داری هم زیاد شدن. از او دشت بر اومدن نمیتوانم. خواهید آمده کار کنید. کار باشد کار میکنیم. لیکن مکتبمون چی میشود اکای اشر؟ هیچ گپ نیست. هم کار کنید هم به مکتب روید. از این پس وقتی خواندنتون رو با آقای اشر معین میکنید. خدا از شما راضی باشد. دختر حال یکم به کسی نگویید. من تنها با شما گفتم. باز اینو به همه آواز نکنید. مایلش قیزبان تو خواطر نشم. های اومم پرسو. آروم شو. فکر نکن. خوراکت را خور. آنها را فراموش کن. به اینجا آمده نمیتوانم. به تو میگویم برفین خوراکت را خور. خور. با دقت باش یلمس. تا از سرحد گذشتن را بلدها تو را همراهی میکنن. به آنها حرکت نکن. خوب شده است سینان. میدانم که مرا شرمنده نمیکنی. یلمس با دقت باش. به شما تشکر زیاد. کنی خیز. کمی استراحت کن. خیز جوده. میروی. استراحت کن. رای سفید یلمس. تشکر. شرمنده ها یک دختر را آورده نتوانستید. ببخشید آقای رفیع. حیف شما. کنی گم شوید زودتر. دم شوید از پیشم. کنی گم شوید. شما چی درد دارید؟ چی گفته استادهید؟ آقای رفیع این چیز به شأن شما نمیزیبد. کار شما چی؟ برفین حق من است. خواهم میگیرم نخواهم نه. کاردار نشوید. گپ درباره برفین نیست آقای رفیع. گپ درباره دختری آقای حمید است. چی؟ بچه‌انم چی شده است؟ تو چی ها میگویی؟ احمق! میکشم تو را! حیوان! سرجهد مرا!
سردیان میگویم میفروشم. تو چی نگاه کرده استاده ای؟ دو شو حیوان. شما رو انتظار شوم پا. تو رو ولی من دیرتر می آیم. بچه ها اجرا کردن وظیفه خانگی رو فراموش نکنید. وظیفه خانگی همون رو چخیر اجرا کنه معلمه؟ حرفا رو در یک سایتو پورا نویس مایلش. پسر من دیگر با مکتب نمی آید. فرزندان من هم نمی آید. چی شده؟ چرا این طور میکنید؟ با کودکان چیزهایی بد می‌آموزید. بزنی به شرم بدهی. خدایا شما چه ها میگویید؟ چی بودن است با خودت خوبتر میدونی. کاری تو و دختر رو همه فهمیدن تو حامله دار بودی. آخرین تهمت است. برای تو برای بی‌ناموس‌ها در ده جای نیست. این دروغ را که آواز کرد. شما حساب داره. زینب 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 چشمانت رو کشو. حامد برایت چی در اینجا نشسته؟ زود برایت حامد بخیر است ها؟ بخیر نه شرمندگی. خیلی شرمندگی درباره برفین میگویید؟ دختر تو به ناموس خانواده همان داغ آورد. باز همان گپ ها اکا؟ آن زینب تو از دختر حامله بوده است. اکا گپتان را دانسته زنید. همه دهن شرمندگی را میگویند. چی تهمت و به انصافی است؟ دروغ است. زینب این کار را هیچگاه نمیکند. تو حالا هم پشت دخترت را گیر. دان که زینب به اولاد ما داغ سیاه آورد. دان که با این داغ سیاه در ده هم ماندن نمیتوانی حامد. یا دخترت را گرفته از ده هم میروی یا هم دخترت را میپرانم و هم تو را. نیشین زینب چشمانات رو کشو. دختری من به عفت و ناموس صاحب است. این گپ ها همش دروغ است، تهمت است. زینب خدا کجا شد در کجا ماندم؟ زینب چشمانت رو کشو. زینب با تو چی شد؟ بی‌ناموس ها بیاداب ها بی‌ناموس ها. چی رو میکنه؟ شرمنده شدیم. علی پنهان کرده است. پدر استا جیانا استا. بیشرف ها بی‌ناموس ها بیاداب ها. احمق برایت در کجایت؟ بی‌ناموس ها. دکتر آنها به خانه دکتر رفتند. به آنجا رفتند. دیلو یوریده دیلو زودتر. دیلو یوریده زودتر اسباب رو بیار. اسباب رو چرا ایستاده دیلو زودتر. چراغ رو بیار زودتر. چراغ رو تهمتی برآورده است در تمام ده آورده شده است. خاموش شو. تو ترس از خدای و شرم از بنده نداری. چی کردن که میترسیدم؟ اگر به روش حمید رسد و یگان بلا شود از تولد شدنش یک طرف این از پیشم دور شو.
ای خدا جان، الکی فهمیدن. با خونه دکتر رفتن. اون کس با خونه دکتر رفتن. دکتر او در کجاست؟ گم شو یک طرفیست. بیشتر در کجاست؟ جواب ده. در کجاست گفتم؟ خونش رو گرفتن در کار دیلو. با وجود شما رو رد کردنش به نزد زینب رفتید. با تو چی شد از دیلو؟ خونش رو گرفتن در کار. زود تشخیص کردن در کار نمیفهمی. از دخترانی پیشتر فرقی نداشتید. یک طرفیست. اما که حمید دست خوش رفته. از آن شرمندگیت البته از هوش می رود. چه شرمندگی آقای حمید؟ ابلهی بیناموس حیوان رزیل. تو یک طرفیست. نکنید.